به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستای عزیز، امروز ما آمدیم در منطقه سیاول بهسود، منطقه شهر نیرو، قریه قلدال بالا، و یک تعداد دوستا رو میبینیم اینجا که در حال رشقه درو است. میریم و از نزدیک گفتنی ها و صحبت هاشو رو میشنویم که چی گفتنی داره. خب لالای شما مسئول چیز کار هستید؟ ما دادا شر مسئول رشقه درو. خب این دروی چندم هسته؟ دروی دوم. اینا دلاو زیمبو هم زیر از ارگی کرپا هم زیر دروی دوم زیره. بسیار. تا تیرماره تا جگه برف بازم درو میدیه؟ نه دیگه. از این یخی میشه. بس این درو دوم میده دیگه سرما میده جای منطقه سرده. دیگه یخ میشه و. خب ایره باز که درو میکنین تریشل میکنین یا قدگه و قیله قیله منین؟ اینا چی میکنیم؟ خساتول. خب خساتول قیله میکنیم. علاف از این دروی دوم خیلی خوب شیه. یعنی علاف خوبه دیگه. علاف خوبه. قصاتول قیله منیم یا باز جای رواج تر قیله منه میتر درو منه باز یا که منه خشک منه دفتاو باز بسیر خوب قصاتول قیله منه. بازی را برای مواشیتان کدام مواشی را زیاد خوش داره میخوره؟ مواشی دیگه یه زیادتر بلده بزی چیزا مامای ریزه. خب بره بره بلده بره چیز منه بسیار پرورش میده از دودی. این ویتامین ازی خیلی زیاده. این دیگه چون سبزه این خیلی خوشخوره. خوشخوره. برای امیر خوشخور مخرم زود سری روش تو پرده میره. اینی اصلا بلاو خب مثلا چرخ. این بسیار یک سنگ عجیبه ای. سنگ عجیبه که هر سنگم بلاو نمیشه. سنگ و قدره اینجا. این مخصوصی سنگی است که دوست تیز منه ای. درست مخصوص ای. اینا دوست من فقط پاکی وری تیز شد. الماسری. خب برادر میشه شما خود معرفی کنید؟ سلام علیکم. علیک السلام. بجوری بخیر. شکر فضل خدا. مصروف چیز کار هستید؟ ما این رشقه درونم. اول خود یک معرفی کنو لالای جان. معرفی نام مهدیه. خب آره نام مهدیه به حسابی گاوی لوزی خودون ملقب ما سلطانی. خب آره دیگه فعلا مصروف رشقه دروی. اینجا دیگه رشقه درو میکنیم سال ماشت کم بخیر. خب جمع شوید. بسیار خوب. در یک روز چند خروار رشقه درو مونی؟ گو که مردم خیلی زیاد درو کرد خیال مول یکتر دقیقانی کمک پیش رفته است کار کم منه نال که کار کرد بسید مره پاک. البته یک نفر یک دو خروار هم زیاد درو کنه. شما ماشین درو ندارین؟ ماشین درو نه. در کرپا نتیجه میده ماشین درو؟ البته نتیجه بیده خیلی اینجا تایید دیوار نشده. آره شاید یو مولگای پیش رفته البته بحث به کرپی. نه هست در دایمیرداد ما در جلگه. یو مصرف داره. ندیده موره.
آره اون کسا جای مولگی کوبنده کوبنده دیگه کویا چیزا روزهای به چی ندیگه از مترسکیل بالا چیز ندیگه این منجی از این می دوست میدنه و ساتول خلاص بسیار خوب. چی گفتنی داری بر کسایی که فیلم مینگره؟ خیلی گفتنی زیاد ندارم دیگه من دیگه برادر این می رقم زندگی مشخص رو پا هسته برادر هر کسی رقم از مورد به اینجا کار منه یک تفریه موشه بلیش کارم موشه دیگه پاچم پیر موشه. در نظر شما زندگی شهر کابل اینجا خوبه یا همین دهات خوبه؟ روستا خوبه؟ والله نظر از خود نشخصی این دیاد خوش دارم ما خب دیگه اون دیگه هر کس با چیش فرق نداره آره این آنه هوای پاک داره کابل پالو پاک از لیست دودو گردی موتر و فنزغال چک مردم در علاقه داری شما از همین راضی این؟ راضی اره برا بعد از فصل رشق قدره و باز نوبت چی میرسه؟ مردم دقیق زمستون بشه دیگه خب اینا لیزم دا کاره بوته و چوب و این میتونه خود مردم آسیا برو گندم میگه غلط بال کده خورا جمع منه آسیا برو همین بدری زمستون خور ماره خلاصه دیگه خب در یک چیز کمبود هادی که از کابل میره از شور آره دیگه میزم زمستون اینجا برفه خب برف میزنه خیلی چقدر برف میزنه؟ اینجا خوب حال خوب کمگری جای دنیا همتر تمام جای خوش سالی شده به سابقه اینجا بالا یک کنیم متر برف میزنه 1.5 متر؟ 1.5 متر اره سالی والی کمگری تقریبا یک قد آدم دیگه یک قد آدم اینجا زمستون برف میزنه اینجا فقط اینه تا اولی سورا چیزه برفه خب مای حمله بخی اینجا برفه امی که مگفت 7 ماه زمستون دارد 5 ماه بار امیه دیگه این که اینجا مای میزان است اینجا زمستویی میگه اینجا میزان است زمستویی تا یک ماه بعد نوروز تا یک ماه بعد نوروز یک زمستویی برف مو از کجا آمده؟ مو از کابل آمدیم از کابل آمدیم دیگه وظیفه از مو فعالیت از من میه که از مناطق هزارجات خصوصا ساحایی که طبیعت بسیار زیبا داره از اینجا فیلم بگیریم تصویر بگیریم بلده دوستایی که در خارج از کشور هست و فعلا دستش از این منطقه دوره اونا ببینه و یک دفعه به خاطرات گذشته خو خیر بینگرنی وصل شوه خیر بینگرنی خدا تو خیر بیدیا این بس پاک مینگرنه دیگه کلگی مینگرنه دیگه سایه هم کسایی که مورا اونجا بینقشه دیخته پس پوست مو بینگرنه اره کدام گفتنی از او داری؟ خوشه دیگه اون کسایی که اونجا هسته یک سلام خود بلده کلیگیش میرسنیم دیگه جور بشه هر جایی که باشه ممکن من دیگه در مولگی کوبن خوب تشکر از صحبت ها و قصه های بسیار جالب شما دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما انشالله تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدار همه ما و شما بود.